بله دیگر سوالات. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم در السلام. حدیث گفتید همون پیشونی گفته که شرح حدیثه. خب همین مؤلف گفته که حافظ ابن عبدالغنی یا که از تحقیق کننده عبدالمحسن چرا؟ تکش گفته بود که خبائث کتی الخبث این سخنی کی است؟ این سخنی محقق نیست، سخنی مؤلف است. گاه مؤلف یک دو لفظهای حدیث یا یگان کلمه رو ترجمه میکنن. این عادت علما است. امام نووی در ریاض الصالحین، در اربعون نوویه، در بعضی کتاباشون میکنن. امام مقدسی کردن، امام بخاری میکنن در صحیح بخاری که بعضی کلمه ها رو یعنی اعراب میمانه. چه خیلی که مصنف کرده، این کاری مصنف است. محقق به متن کتاب حق ندارد دست رساند. اگرچه مصنف خطا کند، قاعده تحقیق این است که در حاشیه میگوید در همینجا مصنف خطا کرده است، لفظ صحیح فلان میشود گفته. یعنی مادامی که کتاب کس است، یگان کس حق ندارد با قلم و تغییرات وارد کند در کتاب کس. بگذار خطا باشد، شما اصلاح نکنید، شما اصلاح را در پایان کنید، نه در متن کتاب. به کتاب کس تغییرات وارد کردن درست نیست.